اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و مهربان، با یاردم الله جل جلاله 5 درس زبان عربی را قسم شناسایی حرفهای زبان عربی برای شما پیشکش کردیم که البته در آن 5 درس ما و شما حرفهای زبان عربی را شناختیم و فتحه و کسره و ضمه، یعنی زبر و زیر و پیش را هم الحمدلله شناختیم و شکل‌های حرف‌های عربی که در اول کلمه با چی شکل می آید و در وسط کلمه و در آخر کلمه چی طور حرف‌های عربی را نوشته می شود الحمدلله پیشکش کردیم. و امروز در این درس ششم می خواهم دوستان برای شما با هر یک الفبای عربی، یعنی با هر یک حرف عربی، کلمه های را پیشکش بکنم که در آن کلمه ها در اول و در وسط و در آخرش آن الفبا باشد. خب امروز درس را شروع میکنیم تنها با فتحه، یعنی با زبر. خب دوستان عزیز، این رسمی که حالا شما میبینید این موضوع درس ما و شماست که ببینید در این بر حرف الف کلا نوشته شده است. الف در بالایش چی است؟ آفرین، فتحه. الف زبر ا، الف زبر ا. ببینید با حرف الف 3 کلمه آورده شده است. الف در اول کلمه، ببین الف زبر ا، این حرف خ است. خ زبر خ و این حرف ذال هست. ذال زبر ذ، چی می شود؟ آخذ، آخذ. و دویم کلمش این حرف سین هست. سین زبر س و این حرف الف در بالایش همزه. الف زبر ا و این حرف لام هست. لام زبر لا. پس این کلمه خوانده می شود سأل، سأل. و این حرفی و سیم کلمش این حرفی دال هست. ببینید حرف دال، دال زبر د، این حرف ر است، جدا جدا است. ببین ر زبر ر، این همزه، الف در بالایش همزه، الف زبر ا، پس می شود دارا، دارا. خب این 3 کلمات با حرف الف. میگذاریم در حرف دوم. این حرف چی است؟ آفرین، حرف با. در بالایش چی است؟ فتحه، یعنی پیش زبر. ب زبر با. خب حرف بی در اول کلمه، ببین ب زبر با، سین زبر س، اتقه یا تا، تا زبر تا. پس چه خوانده می شود؟ گوش کنید. با س تا. ببین با س تا. و این دویم کلمش این حرف عین است. عین زبر ع، ب در وسط کلمه به این طریق می ببین ب زبر ب، دال زبر د، پس می شود عبد، عبد. خب سیم کلمه این حرفی کاف هست. ببین حرف کاف، کاف زبر ک، این حرف ت است. ت زبر ت و این حرف با در آخری کلمه، با در آخری کلمه به این شکل نوشته می شود. ب زبر با، پس می شود کتب، کتب. خب میگذاریم در حرف سیوم. این حرفی چی است؟ آفرین، حرفی تا. و در بالایش چی است؟ فتحه، یعنی زبر. ت زبر تا، تا زبر تا. خب ببین این حرف تا در اول کلمه است. ت زبر تا و این حرف را است. ر زبر را و این حرف کاف به جدایی است یا در آخری کلمه.
کاف زبر که، پس خوانده می شود تارک، تارک. و این حرف فا است. دویم کلمه حرف فا است. ببین فا زبر فا و این حرف تا در وسط کلمه. ت زبر تا و این حرف ح است، ح حلقی. ح زبر ح، پس خوانده می شود فتح، فتح. خب این سیم کلمهش. در اول حرف ب است. ببین ب زبر ب، ب زبر ب و این حرف ه است، هی آزاد گفتیم. ه زبر ه و این حرف ت است، ت زبر ت، ت در آخری کلمه، ت زبر ت. پس خونده می شود بهت، بهت. و این حرف چی هست؟ آفرین، حرف ث. و نوک زبانه ث و در بالایش فتحه. ث زبر ث. ببین سه کلمه آورده شده است. یکم حرف ث. در کلمه در اولی کلمه این به حرف ث نوشته شده است. نیا کن ث زبر ث و این حرف لام است. لام زبر ل و این حرف با است. با زبر با. پس خونده می شود ثلب، ثلب. خب دویم کلمهش این حرف میم هست در اول کلمه. میم، میم زبر ما و این حرف ث هست. ببین حرف ث، ث زبر ث و در آخر حرف لام هست، لام زبر لا. پس خونده می شود مثل، مثل. و سوم کلمهش این حرف با است. با زبر با و این حرف ح است، ح حلقی. ح زبر ح و این حرف ث در آخری کلمه است. ث زبر ث. بحث، بحث. خب این حرف چی است؟ آفرین، حرف جیم. پس جیم زبر جا، در بالایش زبر فتحه، جیم زبر جا. پس این سه کلمه آورده شده است. ببین حرف جیم در اول کلمه، جیم زبر جا، این حرف عین است در وسط کلمه. عین زبر ع و این حرف لام هست در آخر، لام زبر لا. پس خونده می شود جعل، جعل. و این حرف سین هست. دویم کلمهش حرف سین هست، سین زبر س و این حرف جیم در وسط کلمه است. ببین در وسط کلمه به این طریق نوشته می شود جیم زبر جا و این حرف دال هست، دال زبر د، دال در آخری کلمه، دال زبر د. پس خونده می شود سجد، سجد. خب سیم کلمهش این حرف عین هست، حرف عین در اول کلمه به این طریق نوشته می شود عین زبر ع و این دویم حرف را هست، را زبر را و این حرف جیم در آخری کلمه است. ببین حرف جیم در آخری کلمه. پس خونده می شود عرج، عرج. خب این حرف چی است؟ حرف ح. آفرین، ح زبر ح. خب با حرف ح سه کلمه آورده شده است. ببین ح در اول کلمه، ح زبر ح و این میم در وسط کلمه، میم زبر ما و این حرف دال، دال زبر د. پس خونده می شود حمد، حمد. خب دویم کلمش این حرف لام هست در اول کلمه، لام به این شکل نوشته می شود، لام زبر لا و این حرف ح در وسط کلمه، ح زبر ح و حرف میم در آخر کلمه، میم زبر ما. پس خونده می شود لحم، لحم. خب این حرفی سیم کلمهش این حرفی فا است، حرفی فا، فا زبر فا و این حرفی تا است، ت، ت زبر تا و این حرفی ح است، حرفی ح. ببین ح زبر ح. پس خونده می شود فتح، فتح. خب این چه حرف است؟ آفرین، حرفی خا، خا زبر خا. خب حرف خا در اول کلمه، ببین خ زبر خا، خ به این شکل نوشته می شود در اول کلمه، خ زبر خا و این حرف لام است،
لام زبر لا و این حرفی عین هست. عین زبر ع. پس خوانده می شود خالع. خالع. خب دویم کلمش این حرفی ب است در اول کلمه. بین ب زبر ب و این حرفی خ است در وسط کلمه. خ زبر خ و این حرفی عین هست در آخر کلمه. پس خونده می شود بخاع. بخاع. خب سوم کلمش این حرف سین در اول کلمه است. حرف سین در اول کلمه به این شکل نوشته می شود سین زبر س و این حرف لام هست. لام. لام زبر لا و این حرفی خ هست. خ زبر خ. پس خونده می شود سلاخا. سلاخا. خب این حرفی چی است؟ آفرین، حرف دال. دال زبر د. خب حرف دال رو میخونیم. ببین گفتیم حرف دال با حرف بعدیش نمیچسبه. ببین دال به تنهایی نوشته شده است، با حرف دویم نمیچسبد. دال در اول کلمه. دال زبر د و این حرفی میم هست. میم زبر ما و این حرفی عین هست. عین زبر ا. پس خونده می شود دمع. دمع. خب دویم کلمش این حرف صاد است. صاد در اول کلمه به این شکل است. صاد زبر صا و این حرف دال هست. دال زبر د و این حرف میم هست. میم زبر ما. پس خونده می شود صادم. صادم. و این حرف فا است. فا زبر فا و در وسط حرف سین هست. این حرف سین. سین زبر س و در آخر حرف دال هست. ببین دال زبر ده. پس خوانده می شود فسد. فسد. خب برادران عزیز و مهربان، در اینجا درس را به پایان می رسانیم. درس ششم را. البته درس هفتم هم انشاءالله دوام این حرف ها به مثل که در این درس گفته می شود با یاردم الله جل جلاله. و برادران عزیز و مهربان، اگر که شما امکانیت داشته باشید، اگر دشواری برای شما نباشد، در یک ورق این حرف ها را نوشته بکنید. این حرف هایی که امروز ما و شما گفتیم و کلمه هایی که خواندیم با فتحه، اینها را در ورق نوشته با دست خود بنویسید و بخوانید. البته را انشاءالله برای شما منفی و فایده آور می شود که زودتر و تیزتر این حرفا را می آموزید و حرفای عربی را در هر کجایی که دیدید می شناسید و می خوانید با یاردم الله جل جلاله. خب دوستان عزیز، الله ذهن شما را ذکی و قوی بگرداند تا این حرفا را بیاموزید و خواننده قرآن عظیم شأن گردید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.